گوالله پاکی ناما سلام به شما گندوکان پایگاه اطلاع رسانی میارجل. انشالله هر کجا که هستید جور و درد و سلامت باته. مروچی 23 مارس روز جهانی هواشناسی. به می خاطر ما آتکگین در کنار یک واجهی که فعال هواشناسی بلوچستان لوتن یه واجه گشته به شما معرفی بکنیم. واجه سلام علیکم. و علیکم سلام واجه واشاد که انچو شما عزیز و گندوکان میارجل لگم مشم خدمت هستم. گشته و تا پجار کم پا گندوکان؟ من منصور بلوچیوں ملقب به متین. شاید افرادی که فعال هواشناسی من جا کارن کم و بیش و انچو یه روچا سجی فعال هواشناسی کن، چه فضای مجازی کارن چه فضای حقیقی. تبریک از کنم شخص مولا شاهی استاد من شو تبریک از کنم. منتوارم واجه منصور یا متین بلوچی، استاد متین بلوچی. اما دابا که شما گندوکان گشته این گروه های هواشناسی عضوه واجه منصور یا استاد متین شما شهر جا کاره. منصور جان شما کدی آشنا بیت گون هواشناسی در یه باره گپ پتران بکنگ چه کدی شما شوق و علاقه پیدا بیت؟ واجه ما سال 92 حقیقتا ما سال 92 گوه بحث آب و هوا آشنا بیتیم. سیکو مقاله ما و در همین سیلات که بارندگی بیشتر دیدن من کنجکاو بیچاره چیه نیه آقای مشکلات بچه سیلات که دلیلی چیه من بررسی کنیم انگو علاقه من بیتیم به هر حال. طیبتی رشته چیه واجه؟ من کارشناس برگم. رشته برگ وانته بله آب و هوا ترا علاقه هسته. هوای زانه مشکلاتی که سیستم بلوچستان هسته، بحث اطلاع رسانی آب و هوا، بحث سیل، بحث بر ترتیب مشکل اطلاع رسانی انگه هسته. خب ما سعی کو که از ایجاد گروه‌های هواشناسی و موقع مثلا فضای مجازی تازه آد که سعی کو که ما ایجاد گروه هواشناسی اطلاع رسانی گشته بی متاسفانه باز استقبال نبود چون مشکلات اینترنت هست هر جا مشکل برال حالا هم بحث فیلتر تلگرامات کشون دیگه کم کم یه استقبال خرابید. گروهان تو که علاقمند چطوره که هستیم باز هستیم مشمه بلوچستان تو که چون که من بررسی تا چهارتا مشمه استان با توجه که خوشسالی بحث مسئله آب و حتی هوا یه مسئله کاملا جدیه مشمه استان تو که به خاطر اقلیمی به خاطر کمبود بارندگی هوا چی علاقمندان به هواشناسی سک باز هستیم و بررسی تا شاید در کل کشور هیچ استانی یه اندازه که مشمه استانه بحث هواشناسی پیگیری نکنه. و چون دانه گروه عضو هواشناسی ایگا؟ شاید 20 تا. گشته بلوچستان تو کنه؟ کشور جنوب کشورن گشته جنوب کشورت کلا جنوب کشورن گشته. تا کانال چیزی هم هستین؟ کانال مجله هواشناسی منیگه بعد قلب تشی هم کانال هوا نیوزه. گروه های هواشناسی جنوب شرق ما فعالیت کنند زیر نظر استاد سالار زی و دوستان عزیزی که بوده هستن. واجه یه گپا هم شما را بگوشم که واجه متین تقریبا سال 1398 تقریبا ما را دیر آشنایی اگم واجه منصورا یا استاد متینا دقیقا دوم و سوم دیما ما را حال دا که قرار این یه هوری تروندیم بیه بلوچستان ما اولا باور نکو بله اما 19 و 20 یه هوریات که سیلابیات بلوچستانش موقعیت هم زانه در این باره بگوش واجه متین که چطور که شما یه پیشبینی انجام دیوتیگان؟ زانه چون پیشبینی بر اساس دادایی هستن که از طریق سایت‌های هواشناسی گشته چی هستن. البته دسترسی سایت‌ها به صورت کامل مشم ملکا ضعیف هم به خاطر ضعیفی اینترنت هم به خاطر بحث مالی و شنا بالاخره همین دادن کم کنا ما تونه سرهم بکنه یا چی بی پیشبینی بی و سیل دیما ها چون که زمستان ها بحث پیشبینی بارندگی در زمستان راحت تره تا تابستان و بهار و سیل هم به حال یادگاری هم دا الله تعالی ما شما رو دا از سیل نه چون که مشمول زیر ساخت ضعیف و سیل واقعا بارندگی کلا همه جا هست بارندگی حالا ما گوشن سیل یاد کنن نه چون که بحث زیر ساخت مشکلات زیر ساختی هسته هر بارندگی بالای 40 میلیمتر سیل ایجاد کنه مشمول ملکا سیلاب و خسارت و مشکلاتی برای مردم ایجاد کنه در واقع 40 میلیمتر یه بارندگی عادیه. چو بیتا بری شما یه پیش بینی خراب تراب ببن جور در میان پیشبینی چه بستگی به داده ای هستن داده ای که از طریق سایت هواشناسی یا منطقه ارسالی بالفرض مثال تا یه روستای یا سایت هواشناسی هست حالا چه
آنالوگ چه دیجیتالی، یه ساعت ارسال به مرکز و مرکز ارسال که به مرکز استان، مرکز استان به مرکز کشور، مرکز کشور به داده‌های هواشناسی شهر بولونیای ایتالیا. اما در ارسال بی کامل جنبندی میان و میچیان گنجایش میان. بعد اگر مثلا داده ممکنه داده روستا اشکالی بیته یا خطایی داده، خب با خطا مواجه به پیش بینی. منتوارم. در مورد می اقلیم بلوچستان بگوش چطور کاری می اقلیم، چه نوع اقلیمی ما را هستیم و چون نمونه هور ما را بی؟ اقلیم بلوچستان اقلیم خاصیه، شاید در کل کشور توش اقلیم نیه، یعنی اقلیم کاملا گرم و خشکیه با بارندگی کمترین بارندگی در سطح کشور ماشمار اوره، یعنی جنوب شرق کشور، یعنی ما بیا جنوب شرق کشور شرق مینا به حساب بکنن تا کلگنج و شاه تا بیان طرف سیستان هم حساب بید جزء جنوب شرق، یه اقلیم بسیار گرم و خشکی، یعنی بارندگی کمه. تمام از قبل ما بررسی کردیم تا الان بارندگی همین حساب بیته، حالا گاهی زمستان ها بیته، تابستان ها بیته، با گاهی کم، اما با افزایش جمعیت که الان جمعیت رفته بالا نیاز به آب گشته بیته، در ترتیب بحث کشاورزی، بحث آب شرب شهری، بحث صنعت، تقاضای آب گشته بیته، تقاضای آب گشته بیته، خب به هر حال برداشت آب گشته بیته، وگرنه بارندگی که 100 سال پیش ما بیته همین مدل بیته، 50 سال پیش همین اندازه بیته، یعنی تقاضا گشتن ما احساس خوشسالی کنه، وگرنه بارندگی ما اقلیم بلوچستان یه منطقه اقلیم گرم و خشک با 3 مدل بارندگی. ما بارندگی که گشته بهره مند بین چه آیا سود بریم بارندگی زمستانی، این تقریبا از اواخر آبان تا نهایتا 30 فروردین، حالا کم و بیش 30 فروردین ما یه بارش‌های زمستانی هست. خود بارش‌های زمستانی 2 مدلن، بارش ماش میگوشن بارش شبستانی، یه بارشی هست بارش هم رفتی، حالا دوستان گوشن گرند گروکی و رد و برقی شان گوشن، یه بارش تابستانی هستن. بارش تابستانی چه طرف مونسون که طرف هند که در واقع که گشته ارتفاعات سرکاری هسته. البته ماشما یه بارندگی دیگه هست خطرناکی، خدا مکن بیایته، مثل طوفان شاهین، مثل طوفان گنو که جزو دسته 4 بررسی هواشناسی بیته. یعنی زیتیان؟ نه کلی وشگونه، مثلا 4مین دسته بحث اوران بارندگی نمیشه، بحث 4. این 3 ماه آینده چطور کنیم وضعیت میشم باشه موسم چطور کنیم یه سالا؟ چه ما تونه فعلا بهار بگوشیم باش کم و دیره، حالا باز گوشنی بهار یه سال متاسفانه خشک ساله. البته ماشما دوکاله نه؟ ماشما همیشه تونه فروردین آوتی، حتی باور کنید فروردین ماشما 50% بارندگی گرفتن گفتی. حالا اردیبهشت که کم و بیش خشکین سالیه، خشکین مایه و خرداد هنچوه. بله فروردین نه دیگه، فروردین ماشما چه دستا داتا. باش چطور این سالا می؟ باش بستگی هستن گویا شاخص‌های اصلی که شاخص‌های مادرن، دوستان فعال هواشناسی که به تخصصی دنبال کنن شهر زانه من چی بشه لالینا و النینو. لالینا گویا مونسون که اما مشمه باشه ارتباط تنگ و تنگی هستن. اگر لالینا ببی خود لالینا 3 دسته، لالینای متوسط گو باشا گو مونسون رابطه تنگ و تنگ خیلی عالی بباش، مثل سال دقیقاً سال 99 در واقع شروع لالینا، یعنی زیر خنثی یا مونسون عالیه داشت، تقریبا 56 روز ماشما بارندگی هست و انشالله ما فکر کنیم که یه سالا مونسون یا ما باش شهر بی ممکنه بارگاه خشکه ولی باش شهره انشالله هنچو بی منتوار اونچه شما واجه متین که مو فرصت تو ما را داد میں گپوترانا تو شرکت کو دیگه گپی خبری ترا کو گندو کو بفرما واجه. والا خبر خاصی نیست، فقط من کسانی که گنده ما را یه خبرگزاری میارجل دست در مکه گزارش ما تهیه کرد داشتین که بحث صرفه‌جویی یا پرهیز کنید مصرف بالقوه یا، چون که واقعا ماشما استان خشکه هر چی ماشما کمتر مصرف کنه برای آیندگان ماشما گشته آب گیر کنه. بس شما با زانه دیگه وقتی بارندگی کم بی ماشما باید پرهیز کنه مصرفا. ولی من گنده نه متاسفانه مصرف آب بیش از اندازه هست هر جا.